به خاطر جالبی که داشته الان امروز صبح من خود از اصفهان رسیده بود یزد، زنگ ما زد که آقا باتری اون چطور شده خوابیده. واقعا هم لنگ بود. من باتریش آوردم، خودم بردم، شستم، آبش کردم، گذاشتم زیر شارژ. اون باتری که هر کی دیگه بود بس بندازه چیکار کنه، فرسوده کنه. شارژ کردم دادمش رفت که هیچ کس این کار براش نمیکرد. این باتری رو براش درست کردم، برش گردونم، اوورهالش کردم، رو براش کردم، دادم دستش رفت. ولی بعضی بچه‌ها که آشنا هستن میدونیم باتریشو خرابه. مثلا اکثر باتری سازا اینو میگه آقا وقتی که خراب شد میگه آقا این خرابه. ولی من سعی میکنم همون باتری خرابه رو چیکار کنم، آخه یه ترفندی داریم میزنیم روش، بریش میگردیم، اگه برگشت خب بهش میدیم، اگه برنگشت خب چیکار میکنی، یکی نو بهش میدیم. اون موقع وقتی که نو هم بهش میدیم آخه داریم اقساطی با شرایط بهش میدیم اذیت نشه. باتری خوبم براشون میاریم با گارانتی معتبر. راهنماییشون هم میکنیم چه کار بکنن که باتری که باید 1 سال و 5-6 ماه عمر کنه تا 3 سال عمر کنه، که یعنی 2 سال 3 سال کار کنه. باتری من خودم دارم که الان سال 4 میشه داره ماشین کار میکنه.